آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، آستینهای دراز داشته باشند. این حکم خداست. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن، گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدند. این زنهای راه اسلام در حالت ستر داشتن، در حالت دعوای اسلامی اونها به شهادت رسیدند، چه عذابها کشیدند. تو میگوید وقتی که با ستر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. و ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزنند. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنند، اینها سگان هستند که میجکند، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو ستر کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست پیش و حکی نوشد ورا. زنهایی که اگر ستر ندارن مثل همون ظرفهایی که آب میگیرن سرپوشه ندارن مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتواند. زنی که حیا ندارد، زنی که ستر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پوشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی ستر نظر میکنند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهایی را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی ستر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند.